سلام کوچولو. سلام، شما کی هستی؟ من عمو نوروزم. عمو نوروز؟ عجب. صبر کن ببینم چرا واسه من تا حالا کادو نیاوردی؟ برای اینکه تو اول باید درباره نوروز و سنت‌های قدیمی خودت یاد می‌گرفتی و منو به خونت دعوت می‌کردی. عمو نوروز، ما الان کجا هستیم؟ اینجا رو بهش میگن تخت جمشید، پایتخت امپراتوری پارس. امپراتوری پارس چیه؟ امپراتوری پارس یکی از بزرگترین کشورهای دوران باستانه. کشور پهناوری که از یونان تا هند گسترده بوده. عجب، یعنی ایران انقدر بزرگ بوده؟ بله بابک عزیز، و اینم بدون که ما ایرانی ها هر کجا باشیم خودمون رو جزء این تاریخ درخشان میدونیم و همین تاریخ و گذشته ماست که ما ایرانی ها رو هر چقدر هم از هم دور باشیم به هم نزدیک میکنیم.